غوث الدین اول سلام کو بکو. سلام خود بخوردی؟ از بیرون کنم آمده و خونه آمده و از هر جا میای به خونه سلام کو بکو. غوث الدین بله بابا مگه به می ماما کندل زنگ زنه. به چی خاطره؟ به می ماما کندل زنگ زنه بگی ما میایم به خونه شما. سعی کن به خونه هست یا نه به خاطر موضوع دیشب. خوب صحیح. بفهمیدی موضوع دیشبه؟ ها دیگه. زنگ زنه که به خونه خواستن یا نه. خوب باش. اگه هستن خاطر ما میریم به خونه اینا. باشه شماری رو پیدا کنم. بله سلام ماما جان، خوبیم؟ بخیریم؟ سلامتیم؟ زنده باشیم، سلامت باشیم. کینیم شما؟ گیلکی گیشتنی خوبی؟ بخیری؟ سلامتی؟ شکر زنده باشیم. پیار شما به خونه گیلک؟ ما قراره بیایم به خونه شما. به خسرونی میایم دیگه. نه به خسرونی بی شما. خوبه باشه ما میایم امروز. باشه کار نداری گیله. خیلی قیق نکش دیگه. به تب گوشی هم این تقیق میکشی. گوش مرکب که دیگیله. خوبه سلام هم بگو با آقا خوینا. ما میایم. خوبه خدا حافظ. یالا چی میگه هستن؟ بگو آمادگی بگیریم بریم بخیر به خونه. زنگ زدم گفتم هستم. خب برو بریم. برو مواری برو درزیه شیر مادر تو سکی دم بدم مار کلونتر میشه. بم جون هر چیزی که بایی دادم. بله سلام علیکم. منده نباشین، زنده باشین، سلامت باشین. ما گیلکم پیار ما بزو خونه هم. شما کینی؟ به خسرونی به خسرونی کی میایین؟ خوبه بیبی به گپی نیا بیای، مشکلی نداره بیای شما. ما به سرای ما اون پیار ما به سرای نقیق نمیکشم. خدا حافظ زودی بیای. مرتکه کاکی بگفت ما میایم به خسرونی بیبی تو. بیبی که نزباددار کنی چی رقم شیرینی میدن، شیری یخ میدن. بیبی کشای شیری یخ ندن. 10 تا مرغ خلمو که شاید بیاره اونا چیز کنن چاش یخ میکنن به مهمون ها بدن. بیبی شیری یخ بدن. بیبی بابا برون با بابا بگم گفتم میاییم. خوش آمدین. سلامت باشین. زنده باشین. گیلک جان خوبه؟ شکر زنده باشین. سلامت باشین. شتنی گیلا؟ بله شتنی میگم. شکر فضل خدا زنده باشین. حاجی ماما بخشش باشه مزاحم شما شده. خواهش میکنم. فایده تر مانه. سلامت باشیم. ما چند وقت بیشتر فکر کنم به مجلس به تالار زنکا هم دگرها خود بدیده بیدم. خدایی فهمیل شما خوش کردم. شما خوب مردمه. تعریف پیش شما گفتن هشه. ما بیامدیم که اگه خواست خدا باشه پیرک ما به غلامی خود قبول کنیم. بخشش باشه ما که دختر کلون ندارم. من میفهمم که شما دختر کلون نداریم. با مادر شما به خسرونی آمده. با مادر من؟ بله یا خوبه گپ کنیه.
آقاش مانم بله ها. چی کاره وظیفه دارم اینا؟ اینا دکترم. دکتر؟ بله. دکتر خیلی خوبه. بعد دی بعد گردی بعد مردم ناجور میشو. ماما پس همین فشار بگیر. اینا بخشش باشه متاسفانه اینا دکتر حیوانات هم. چی؟ بله ها دکتر حیوانات؟ بله ها. چرا میخندی؟ گیلک جانه دیگه. گیلک جانه. بیمونیم. خوبه گفینی مشکل نداره. الان شما زن ندارم. پیار ما زن دارم، 2 تا زن هم دارم، من 2 تا مادر دارم. انا دیگه نمیفهم هم پا خور به یک کش کردن که من زن 30 هم مایم. خوبه گفینی مشکل نداره. گیلک جان چای نهوردی؟ همال سما ما را گشاد انداختم چای نمیخوریم. تا بشه. خب باشه گیلک جان تو برو تایی که بیبی تو چی میگه؟ بی بپرسم. پرسانی بکنه. چی بگم خسرو؟ خودکردی آمدن تو چی میگه؟ به اینا یا به اونا؟ نه اینا به چی از اینا؟ به چی بگم به چی از اینا به خسرونی آمدن؟ نه به پیار به خسرونی آمدن. نه به پیار از اینا. اسم شما چیه؟ ها؟ اسم شما چیه؟ غلام دوتری. دیگه چی خبر اول؟ خبر شما سلامتی. چی کار میکنی؟ ما هم کار شغل آزاد داریم. بله ها. منتظر بیکار نباش. خوبه جی ماما. این مسئله پیشکش اینا چه کار میشه؟ پیشکش دیگه چی بگم به شما دیگه چی دیگه رسم رسیمه. اول که بیار شما 2 تا زن دیگه هم داره ایرم که خودکری هم دسته زن میشه. که شما میفهمید که دیگه پیشکش ها بالای قیمتیه گیرونیه. دیگه پیشکش ها دیگه خود شما میفهمید جد نداره که ما برسیم کنم. بیا من دیگه لگجو. بابا بیا من. میگم بدیم حله حله میگم گیلک تگه خوبیه تگه بله او گفتک بدیم حله خوب پیشکشا کو میفهمی شما به تا 2.5 لک و 3 لک و 4 لک دیگه بفهمیدیم ما دیگه آدمی جدید بکردن کنه چند از ما پیشکش میستونه؟ آله پیشکش حساب داره اگه تا خونه به جمع باشه دیگه تو پیشکش حساب داره اگه به جمع شما باشه دیگه حساب داره آله تا خونه شما تیاب بکنی یا متیاب نه شما با تا خونه اینا کار ندارین تا خونه پیار خو اینا رو خود متیار میکنیم شما فقط امی جهیز چی پیشکش رو بگین که از ما چند پیشکش میستونه فقط کاکا جمعه با هیچ چی کار نداره فقط هم چادر مادر خور به سر میکنم هم 1,75,000 روپیه شما پیشکش میستانم یعنی دیگه چی اجماعی چی پیشکش کم نمیکنه؟ چی میگی کاکا؟ یک چیزی پیشکشا به 4 چیزی لکه به 5 لکه به 6 لکه به 7 لکه من به 1,75,000 روپیه مادر خور گفتم به 1,75,000 روپیه لکه پیاز نمیدن کاکا یک چیز به اون مراد بابا. دیگه. بابا بیبی گریه میکنم دیلم بله بیبی بله کجای بیبی جو بیا اینجا گو بله چی بیبی بگو بابا جو بچه که بگردم ناسگه خوب چشمای که کنم برو خدا بیار که گرده که بگو تار کلاک از میتی بابا از اینا رو بدن که اینا به سیمون ناسم گریه نکنه بیبی آخه میشه به سیمون شم اینا چوب کن بیبی بعد از صداش آخه برو لکه تار بیبی بیبی جو شما بله رجوع کن بله بیبی بیبی چوب کنی که بعد میمونا میشه بیبی
بیبی گریه میکنه میگه برو پیار خوب بگو زودی کنن که بکنی که بشه میمونه خسرونو پشیمون که با بیده بیبی خدا رسی امانینیه هر دو پاچی بیبی پا بیبی لق کنه خب برو دیگه نازگه خب بگردم برو خود چه ایستاده ای دیگه خب برو بیبی دیگه شما نگیم دیگه خسرونو پشیمون میشم این خسرونو مایم چوب کنیم بیبی هر دو پا بیبی لق برای خسرون داشون میده برای شیوان وای 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 بابا بیبی می گریه میکنه چره؟ میگم خسرونا پشیمون نشم کمیت گیلکدان که هست کمیت به چیستر شوکیه خوبه شوکه خوب چی گفتن شما نفهمیدن از گپ تیر شدم از این پیشکش گفتم ماما جان که مراد مار بکنیم با چند ما این شما ما اگه تعدل ما باشه که 1 لک به 1 لک خر بطه که آدم نمیدن چی میگه 1 لک دیتی بابا بلک و 13 کلک کن 1 لک و 13 اصلا بابا چی میگی؟ بیخی خوب گپ گفته بیلک حالا خوبه خوبه دیگه چیزی که چی میگی تو اشاره میکنی؟ من به اشاره بزی نیفهم بلند گرده بلند بیبی میگم مسئله نیه نه مسئله به سر پیشکش جور یا این بالاخره پشیمون نشم اینا اینه نفهمه وقت بریش کفن وقتی بله. وقتی تو برو بریش وقتی گردن مبل نگم دروغ نمیگه وقتی دیگه کفن نده حال اینا میگه حالا رستی میگه بی از اینا خب بگو 1 لک و 13 دل بگه گیلکو بگو لک 13 بله. خلاص رسول الله اکبر بابا دیگه چی نمیله بگم این چی دیگه ما چیزی گفتن نمیتونیم این که من به شما میگم خب بغیر از اینکه چادر مادر کرگادم بس که بسر کنن دیگه با یک جور کوی سرپایی هم بدونم شما هیچ چی کار ندارین دیگه همین چادر رمای ما بیاریم ابرو میاریم بیاریم سبا بیاریم پس سبا بیاریم من وقتی ما این بیاریم سبا جمعه سبا خوبه نیه خور خوب کافیه چی چند میده میایم بعد از چاش میایم دیگه پیشی خوبه ساعتا بی بیجه دیگه بخورته گیلک سکت کس نمیشه سارا بریم بابا بکنم یا خداحافظ. بخیر باشه خوش آمده خداحافظ خوش آمده اگر شب سحر گرده بزودی گل از غنچه بدر گرده بزودی وی تمام گلکا پجمورده گرده گلیم تازه تر گرده بزودی ای جان محبوب هی کنج باخشه دل و ماتم گرفته خدا گیلک آسان سلام سلام اشتنی چه خشام گیلک جان خواهیم با بخیری جانجور اول خوبه سلامتی چی گفایه شکر زنده باشید چی کار میکنی دیگه؟ همین گربه برفته به این خونه آردا و گندما و چیزای گشتلن خب گربه از این دیگه مثل که بکندمی پلاستیک پاره کرده جیلی پاره کرده برفته اون روز یک ریزی هم کم بود سکر یک چوکی ریزگک گوشت لند به سر درخت پرته و دیگه دار ببرده و خوب بجسته از این خونه بالا شده ایتا برفته این اگه گوشتار ببینم هر جا باشه میرم انا چی گپایه خیلیتی اشتنم شو بیبی من پیام میگی دیگه. خوبه شکر سلام میگفتم به همه شما زنده باشیم و علیکم سلام پیار شما ده غالب شو بیبی من که هسته باز بیبی من مادر شما نه دیگه اندر نیه دیگه مادر اندر می دیگه وای وقتی به پیار خب بگو چیز میزی هم خوردنی بیبی من گور خیلی خوش داره خب میارن دیگه از فقط گور به زمستون هم غاق اما هر چی که به سرا شما میایم من خوش دارم اشکنه قاق با مادر خینا بگو که اشکنه قاق بابار کنم خب بیبی گل من که غاق خب فقط مرض بیبی من به غاق کلون شده میبینی خود می تو غاق شده اصلا از غاق خورده دیگه از جیبت خش شدیم هر چی میاره گپی دیدی زمستونی اینا من کتی بخرن خواهده کوشی خب چشم گیلک جان
به دست ما پیان و کای پول ری کردن بودم شما خوبه پول چیه؟ پول پیشکش خب آنه چنده؟ اینا دیگه گفتم کم کاسم ببخشین دیگه 13,000 13,000 پیشکش. آه یک لک دیگه بمونده از این لک و 13,000 به پیار خوب گم بدادم. آه با پولا گم نکنی خوبه؟ آه خوبه حالا که پولا و دست بیان گفتم از وقتی که این پولا دست برم میگو به سر که این پولا اینا کم شد خیلی گپی نیه. یک چیز دیگه هم پیار خوب بگیم. خوبه؟ چی بگو؟ بگیم ما خیلی حساسیت داره. خیلی ما حساسیت داریم. پیار شما یک دمه به نوزبود بیزی نیایه. ایونانم اصولانم اتفاقا اگر میایم دیگه چیز میزی خود بیارم. دست خیلی نیان که ما خیلی دست خیلی حساسیت داریم. باشه من پیار خمیت میگم بگو. خب کار نداریم مامه چاش اختلاط میکده. تشکر ما پتیماش داریم بسته که تشکر من میام والا مادر گفته گوش کنی که چاش نسته که خاطر ما قلورتوش خیلی خوش داره بفهمیده مادر گفتم که هم قلورتوش رو بار کنه خوبه. سلام هم مادر خوب بگو. خدا سلام بگه مامه خوبه. خدا با که داره و معناش پولدار شده. 13,000 پیشکش بیا آوردم. باشه ببونم اونا رو بدم دست مادر خوب که بگم نه پولار